سلام علیکم مادران، برادران، اپا و خواهران عزیز. سلام ما با کل مردم مسلمان و این مراجعت ما برای اوایی برادرانی که خیرخواه هستند، برادرانی که ثروتمند هستند. مراجعت ما اینه برای شما که مقصد ما همین ویدیو کردن همین است که برادران یک مقصد سنتیابر یک 5 روز 6 روز دیگر مونده. اگر امکانیت داشته باشید مقصد است که همه کسی یک جایی میشیم 50 نفر 100 نفر کم بیزوهاتایی که در همین تاجیکستان هستند میخوام که همونا را با لباس و پوشاک و مثلا سومکا همیشه یاردم اگر امکانیت داشته باشید. نمره که در پایین نمره نامی باشد و اینستاگرام که داریم بارم میبره از کدام که مقصد برادرو واتساپ داره نمرم واتساپ هم هست بیش نمرم هست و اگر مثلا اینستاگرام در همجایی برویا نویسین میخوایم که همه کسی یک سومی معین جمع کنیم و همین یتیمانی که در وطن هستند مقصد یتیم هم نباشن مقصد ناداران یکم زورشان نمیرسد و همون نفر رو مقصد یادم خودمون برسانیم. اگر امکانیت داشته باشید از همتون خواهش میکنم برادران نیکی مقصد ثروتمند هستین سوم دارین مقصد خواهشی مقصد خیر کردن داشته باشین و همتون خواهش میکنم در این نمره ما زنگ زنین. ما مقصد کارتنای اون که جمع کنیم مقصد سوم جمع کنیم زنگ زنین همینجا همه کس هم مقصد یک مسئولیت درصد مثلا می روزی 29 یا که 28 مثلا سوم جمع میکنیم و روی میکنیم یک اخیر هیچ نمیدونم اخیرت مونده و کاری بهتری نمیشود و کسایی که خواهش می‌کنم مرحمت نمر نه واتساپ مقصد نه اینستاگرام زنگ زنین یا که نویسین حتما جوابتون میدم و من همین ادمین همین کانال خیری مهاجر هستم. من همتون خواهش میکنم که برادران اپا و خواهران عزیز قوت خیر کنیم مقصد کدام نداریم ببینید ویدیو را فقط ایت خواهش همین ویدیو را بگید پهند که بعد همین کانال ما پادپیس هستن که ما همه مردم غریب مردم تاجیک مردم مسلمان یک جای شده مثلا همه کسی یک دیگر ما دستگیری کنیم. خداوند همتون نگهبان باشد در امان الله باشین. خدای مهربان دعا میکنیم که همه وقت غریبا را در امان خود نگهبان باشد و ما هم یک جای اومدیم که آرام باشد انا یک ویدیو کنیم بهره همین ثروتمندا یا کسایی خیر کردن میخواید از همتون خواهش میکنم نمره در پایان هست زنگ زنین یا که نویسین در واتساپ حتما جواب میدم. هر چیز زودتر باید ما خیر خدمت در همینجا رسونیم. باقی سر بلند و خانه آباد باشین. خداوند همتون نگهبان باشد. سلام علیکم.